الحمد لله وحده و صلاة و سلام علی نبی بعده. اما بعد، امروز عزیزان دل درس دهم را که درس های من و شما سلسله درس های عقیدوی است، از کتاب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وصیت‌نامه و فقه اکبر ایشان را به شما درس را آغاز میکنیم. امروز درس دهم. این شیخ بزرگوار در کتاب معتبر خود میگوید: یعلم ما کعلمنا و یقدر لا کقدرتنا. میگوید الله متعال یعلم ما کعلمنا، یعنی الله متعال میداند، یعنی الله متعال میداند نه مثل دانستن من شما. یعنی که من شما مخلوقات را امروز نظر کنیم، بعضی چیزا را اندک میدونیم، اون سره که الله به ما علم او را داده است اندک میدونیم. لیکن الله متعال همه چیز را میدوند و مسلمان عقیده به این نباشد که دانستن ما مثل دانستن الله، این گونه نه، بلکه الله میدوند همه چیز را نه مثل دانستن ما. یعنی ما اندک چیزا را میدونیم. دانستن من و شما از دانستن الله فرقیت کلان دارد. الله متعال همه چیز را میداند. در 7 طبقه آسمان چی هسته الله او را میداند. در 7 طبقه آسمان چی هسته الله او را میداند. در بحرها چی هسته الله او را میداند. در جنگلزارها، دشت و بیابانها، هر چیزی که هسته الله او را میداند. به همین خاطر مصنف همون را میگه که الله میداند نه مثل دانستن من شما. ما اندک چیزایی را میدونیم، لیکن الله همه چیز را چکو میکند میداند. در آیات های قرآن نظر کنید، از دانستن الله آیات های فراوان است و در دوام میگه و یقدر لا کقدرتنا. الله مهربان قدرت دارد نه مثل قدرت ما. یعنی که اون قدرت توانایی را که الله دارد ما او را نداریم. ما باید مسلمان قدرت خچه اندک توانایی که دارد او را به الله مقایسه نکند، بلکه قدرت الله دیگه است، قدرت مخلوق دیگه. مخلوق اندک ضعیف است، اندک چیزا را تواناییش دارد، لیکن الله قدرت دارد که همین آسمانی که با نظرش میکنی، هر طرفش نظر کنی، زیباییش هم میبینی، کلانیش هم میبینی، زمین با پهناییش میبینی، همه این الله مهربان با قدرت خودش آفریده است تا که بنده بینه، به هوش بیاید، پروردگار خودش بشناسه که او پروردگار من قدرت دارد، توانایی دارد که من یک مخلوق ضعیف هستم در نزد او. به همین خاطر قدرت الله همه مخلوقات رو چکو هست، بگیم که قدرت همه مخلوقات در پیش قدرت الله یک ضعیف به مثل یک مورچه هست. و یرا لا کرؤیتنا. الله متعال میبیند نه مثل دیدن ما. دیدن ما مثلا که ما با چشم محتاج هستیم که یک چیز ببینیم، دیدن الله مثل دیدن من شما نیست. ما در آیات ها میخونیم، در حدیث ها میخونیم که الله میبیند، در را بنده تفکر نکند با چی خودش، با فکر خودش، با اندیشه خودش که الله مثل من میبیند، نه، بلکه دیدن الله از دیدن مخلوقات فرق داره. مخلوق اگر چشمش نباشه هیچ جور دیدن میتوند، مخلوق اندک بعد کور میشود، لیکن الله متعال از این چشم، از اینها چیه منزه هسته، پاک هسته. الله میبیند، کیفیت دیدن او را ما نمیدونیم، بلکه الله خودش میدوند. این چشم بدن، چگونه بدن ایوش، همه ایو برای مخلوق هستند. ما فقط ایمان داریم الله متعال میبیند نه مثل دیدن بنده اندک پیش خودش. الله همه مخلوق چکار میکنه در این 7 طبقه آسمان، 7 طبقه زمین، همه را الله متعال میبیند. و یتکلم لا کلامنا. الله متعال تکلم میکند نه مثل کلام ما. نگاه کنید که کلام ما بچه هست، با دندان داریم، زبان داریم، لب داریم، بعدا سخن میکنیم. دندان نباشه، زبان نباشه، لبای ما نباشه، این سخن کردن میتونیم. لیکن الله متعال تکلم میکند نه مثل کلام ما. در تفکر نکنید که الله هم اولاد داره، این گونه نه، یا که کلام ما از حروف عبارت های، این گونه نه، بلکه الله تکلم میکند نه مثل تکلم کردن ما. کیفیت رو الله خودش میدوند.
و یسمع لا کسمعنا، الله متعال میشنود نه مثل شنویدن ما اینا ما میشنویم اندک امر مبرا بعضی مو کار میشیم این گونه مثلا تغییرات پیدا میکنیم، لیکن الله متعال میشنود همه موجوداتی که در آسمان است، در زمین است، در بحر است، همه را میشنود. لیکن شنویدن الله از شنویدن مخلوقات فرقیت کلان دارد، باید این را بنده مقایسه نکند، بلکه شنویدن الله یک صفت ازلی پروردگار خود است. نحن نتكلم بالآلات والحروف والله سبحانه يتكلم بالآلات والحروف وحروف مخلوقة وكلام الله تعالى غير مخلوق. بارك الله فيكم. میگوید که نحن نتكلم، امام ابو حنیفه به منش ما عقیده اهل سنت و جماعت تعلیم میدهد که نحن نتكلم، مایان سخن میکنیم، نتكلمو یعنی مایان سخن میکنیم، مرد و زن و همه مخلوقات سخن میکنیم با آلات و الحروف، یعنی ما همین سخن میکنیم با چی میکنیم؟ با آلت. یعنی چی داریم؟ در دهن ما زبان داریم، دندان داریم، لب داریم، با سخن میکنیم. والله تعالی سبحانه یتکلم بالآلات والحروف، لیکن الله متعال، الله پاک تکلم میکند به آلت، به یگام آلت، به زبان، به لب، به دندان. والحروف مخلوقتون، الله متعال تکلم میکنه به آلت، به حروف. با چی خاطر؟ به خاطر که این حروف، همین آلت حروف یا چی هستند؟ صفتای مخلوق هستند میگه. و کلام الله تعالی غیر مخلوق، کلام الله متعال که به حضرت موسی سخن کرد این غیر مخلوق است. به همین خاطر عزیزان دل این عقیده را بآموزید که این ضروری است. الله رو به عظمتی و بزرگیش باید بشناسید. دیدن الله رو با دیدن مخلوق مقایسه نکنید، قدرت الله رو با قدرت مخلوق مقایسه نکنید، تکلم کردن الله رو با تکلم کردن مخلوق مقایسه نکنید. وقتی انسان این عقیده را میخونه و میفهمه، بعدا درک میکنه که الله متعال چی بوده است و کلام الله تعالی غیر مخلوقین، کلامی که الله به حضرت موسی سخن کرد او غیر مخلوق است، او را بنده مخلوق گفته نمیتونه. در اینجا درس خاتمه میتیم. الله متعال همه من شما را توفیق عمل کردن عقیده صحیح موفق بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.